جهان عزیز، امروز همه درباره حادثه های اوکراین حرف میزنند. ما و شما نیز در همین باره حرف میزنیم. در اوکراین انقلاب غلبه کرد. شهروندان با دستان خالی بر قوه‌های مسلح و مشقیده حکومت ظالم غالب آمدند. رئیس جمهوری خائن شرمنده‌وار گریخت. همه این به ما چه دخل دارد؟ یکم همچون عضو جامعه جهانی باید باخبر باشیم. دوم، اوضاع تاجیکستان با اوضاع اوکراین مانندی زیاد دارد. ببینید که خلق اوکراین با ینوکوویچ چه کرد. با ینوکوویچی که نسبت به رحمانوف یک کودک بیگناه است. ما باید از انقلاب مردم اوکراین درس عبرت آموزیم. همدیاران عزیز، بدانید که صاحب اصلی، حاکم اصلی، جناب عالی اصلی تاجیکستان مردم تاجیکستان است. ما 21 سال باز کفارتمان را به یک تاراجگر و یک خائن وطن فروش داده ایم. امروز دیگر وقت صبر و تحمل و شکرانه گذشته است. رحمانوف و حکومتش همه درهای بازگشت به سوی مردم را بستند. تنها انقلاب مردم را به حقشان میرساند. دیگر بس است تعظیم کردن، بس است صبر، بس است ترس، بس است شکرانه. بیایید به سوی انقلاب.